داستانی نویه باباجان غفوروف پرونده جنایتی معاون رئیس این نویه یوسفی اکبر محیدین زاده را قطع کرده است. به دنبال اکبر یوسفی دیگر باره سر کار برگشته نه فقط همچون معاون رئیس نویه کار کرده ایستاده است، بلکه طوری حکومت نویه باباجان غفوروف خبر داد یوسفی اخیراً از حوزه شیخ برهان وکیل مجلس نویوی انتخاب گردیده. روز 21 ایول سال 2023 در مجلس وکیلان خلق نویه سوگند وکیلی یاد کرده است. این منصبدار بلندپایه به آن ابزار می شود که مای در حالت مستی سر فرمان ماشین مرسدس یا به قول مردم سیچکه رقمهایش 8786 نشسته در روی ماشینگرد جماعت دیوات اونچی ساکن این جماعت نادرجان نظرف را پخش کرده است. نادرجان نظرف بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش در بیمارستان مرکزی نویه جان داد. از او 3 فرزند یتیم ماند. بر اساس قسم 4 ماده 212 کودکس جنایتی تاجیکستان به اکبر یوسفی برای راه دادن به صدمه نقلیاتی در حالت مستی که از بی‌احتیاطی باعث مرگ انسان شده است همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان با محروم نمودن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن با فعالیت معین به مهلت تا 10 سال تهدید میکرد. به کدام توجیه قطع شدن پرونده معاون رئیس نویه باباجان غفوروف معلوم نیست. در پرونده های مربوط به صدمه ها گاه در زمینه معامله بین راننده گناهکار و اهل خانواده جبر تفوق به دست می آید که برای مثال نفر گناهکار تامین زندگی فرزندان یتیم مانده جبر دیده را به دوش می گیرد و در عوض آن طرف از دعوای خود می گذرد. اما ساکنان اونچی می گویند اکبر یوسفی به طرف جبر دیده یگان کمک نکرده است. همسر نادرجان نظرف بعد مرگ او حتی مجبور شده است که 3 فرزند خردسالش را گرفته به خانه پدر و مادرش برگردد. این هم معلوم نیست که مسئله در حالت مستی ماشین راندن اکبر یوسفی چگونه حل شد. ساکنان اونچی میگویند در لحظه صدمه او محض بود و این را کارمندان بدیه در پروتکلشان ثبت کرده بودند. داستانی نویه تا کنون سبب قطع پرونده منصبدار بلندپایه را که در حالت مستی ماشین رانده سببگار صدمه مرگبار شده است شرح نداده است. اما ساکنان اونچی میگویند که بستن پرونده معاونش را از دادستانی رئیس تازه تعیین نویه باباجان غفوروف نصرت الله سلیم زاده سابق وزیر تندرستی تاجیکستان خواهش کرده است. این بار اول نیست که پرونده های منصبداران بلندپایه و یا فرزندان منصبداران که به صدمه های نقلیاتی مرگبار راه دادند خپ و دم بسته می شوند و کسی جزا نمی گیرد.